هر کس را خداوند در گمراهی گذارد هیچ یاوری غیر از خدا نخواهد داشت. و خواهی دید وقتی ظالمان عذاب الهی را مشاهده کنند میگویند آیا راهی برای بازگشت و جبران کردن وجود دارد؟ و آنها را میبینی که در معرض آتش قرار میگیرند در حالی که از فرط ذلت و حقارت خاشع‌اند و زیر چشمی به آن نگاه میکنند. و اهل ایمان گویند زیانکاران کسانی هستند که در روز قیامت به خود و اهلشان زیان رساندند. بدانید که ظالمان در عذابی جاودانی به سر میبرند. آنها بجز خدا هیچ دوست و تکیه‌گاهی ندارند تا یاریشان کند. بدانید خداوند هر کس را در گمراهی گذارد هیچ راه نجاتی نخواهد داشت.